سرخط مهمترین خبرها، شرح خدمات گمرک درباره ثبت ایمه و نرخ آن، وزارت نقلیات صدمه در کولاب را شرح داد و انتقاد وزیر نقلیات از ماشین‌های گرانوزن در راه‌های کشور. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نوید بامداد. امروز 10 ینوار سال 2024 است. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید تلفن، پلانشت و دیگر دستگاه‌هایی که با سیم کارت فعالیت می‌کنند باید هنگام وارد کردن به کشور از سوی صاحبکاران انتقال دهنده به رسمیت درآورده شوند. در پاسخ رسمی خدمات به رادیوی آزادی آمده است اگر خود شهروندان تلفن را وارد می‌کنند باید خودشان تلفن را به رسمیت درآورند. مسئله ثبت ایمه و پرداخت مبلغ گمرک برای تلفن‌ها دوام یک ماه اخیر به موضوع بحث در تاجیکستان تبدیل شده است. ساکنان میگویند مقامات با فرستادن پیامک از آنها طلب دارند که برای قید تلفنشان مبلغ سپارند، حالان که به گفته ساکنان این تلفن‌ها را از مغازه‌ها در تاجیکستان خریده بودند. خدمات گمرک گفته است ساکنان باید هنگام خریداری تلفن از مغازه‌ها پرسند که آیا آن به رسمیت درآورده شده است یا نه. در مسئله چقدر بودن مبلغ ثبت تلفن، خدمات گمرک نوشته است برای به رسمیت گمرکی درآوردن تلفن‌ها 15% ارزش مال و 10% خراج گمرکی باید سپاریده شود. خدمات گمرک تصدیق کرده است که قاچاق تلفن‌ها به کشور جای دارد و در 11 ماه سال گذشته 223 عدد تلفنی قاچاقی را آشکار کردند. بینندگان عزیز، اگر شما هم در مسئله ثبت ایمه به مشکل دچار شده لطفاً درباره خودتان به ما نویسید. وزارت نقلیات تاجیکستان صدمه 2 ماشین و برخورد یکی از آنها به اداره ساختمانی را در شهر کولاب شرح داد. دفتر مطبوعاتی وزارت با پخش خبرنامه گفت صبح 8 ینوار راننده اتومبیل اپل اسرا امراخان زائر 21 ساله با سرعت بلند به نقلیات DOCL برمیخورد. بعدا نقلیات اپل به نقطه فروش خانه ها زده در آمده است. به اطلاع وزارت در این حادثه 2 نفر، یک کارمند شرکت ساختمانی اسماعیل کنجه 53 ساله و راننده نقلیات DOCL کرامت الله عبدالرحیم 35 ساله جان باختند. راننده ماشین اپل و 3 مسافر نقلیات DOCL در این حادثه جراحت برداشتند. در نوارهای حادثه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ماشین با سرعت به یک نقلیات دیگر برمیخورد و بعداً به بینای استقامتی میزند. وزیر نقلیات تاجیکستان از ماشین‌های گرانوزن در راه‌های کشور نگرانی کرده گفته است چون این ماشین‌ها راه و پل‌ها را قبل از مهلت خراب می‌کنند. به نوشته سامانه وزارت نقلیات وزیر عظیم ابراهیم نواری را مثال آورده است که پل یا کوپرو با وزن ماشین گرانوزن تاب نآورده شکسته است. به اطلاع وزارت این نوار در دهه توگرک ناحیه واسه ثبت شده. ماشین بارکش دولن هنگام انتقال سنگ و شغل با وزن 50-52 تن از بالای پل دهه گذشته باعث شکسته و فرو ریختن این پل گردیده است. مقامات گفتند موادهای این حادثه را به دادستان فرستادند. وزیر نقلیات گفته است حرکت ماشین‌های وزنین که بیش از 40 تن بار را انتقال می‌دهند در راه‌های کشور منع کرده شده است. با گفته عظیم ابراهیم تاثیر خرابی آور یک ماشین بارکش با تاثیر 100,000 ماشین سبکرو برابر است. وزیر همچنین از صدمه ماه اوگوست سال گذشته در کولاب یادآوری کرده است که ماشین با سبب بار زیاد داشتن نتوانست باز ایستد و ترمزش از کار برآمد. اما وزیر نقلیات نگفته است که ماشین‌های گران حجم به کدام شرکت‌ها تعلق دارند. ضمناً کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید این روزها خطر فرآمدن ترمه در راه دوشنبه چناق زیاد است. کمیته گفته است خطر ترمه به خصوص در کیلومترهای 48-74 واقع در حدود ناحیه ورزاب زیاد است. این نهاد از رانندگان خواسته است در چند روز آینده سفرهای خود را از طریق راه دوشنبه چناق کمتر کنند. یگانه راه میان دوشنبه و ولایت سوق در نظارت شرکت ایرس است که برای نگاهبینی راه از رانندگان پول میگیرد. مسئولین این شرکت که صاحبش معلوم نیست بارها گفتند برای تامین حرکت در راه دوشنبه چناق نقلیات‌های ضروری خریدند، اما شکایت‌ها از کار شرکت در دوره زمستان کم نیست. اودینبک غارفی یک دانشمند تاجیک درباره حمله ارتش سرخ به بخارا رساله علمی دفاع کرده است. او در این رساله علمی که در شهر بخارا حمایت شده است حادثه‌های سال 1920 در بخارا را نه انقلاب بلکه ضبط این شهر تاریخی از سوی بلشویکان گفته است. هرچند در کتاب‌های تاریخی که زمان شوروی نشر شدند این حادثه‌ها همچون انقلاب بخارا تعریف شده است. همکارم ارشاد سلیمانی در صحبت از اودینبک غارفی پرسید که چرا امارت بخارا از بین رفت و آنهایی که مقابل ارتش سرخ جنگ کردند بسمجی هستند یا مبارز. پاره از این صحبت را با هم می‌بینیم. از اون جلو من هم سال الک 89-90 با اونایش به این سرچین سکرین و حجت‌ها شناس شدم در مسکو، در تاشکند و در دوشنبه.
چی دیدید در این حجت ها؟ در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود. خب با موضوع انقلاب آهسته آهسته در دوام صحبت میرسیم. شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید، وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در آنجا یک تلگرام بود با فرانسه فرستادگی از مسکو لنین، با زبان روسی گویم میگوید у кого есть в голове чалма, кто одевает халат, считайте пособником басмачей, до 3 надо считать, 3 на месте надо стрелять, тогда будет политика в Средней Азии. این معنی آن داره. این بله تلگرامی که جناب لنین با میخائیل واسیلیویچ فرانزی میفرستاند. بعدا باز حجتی من واخوردم که در زواد حاضره طرف تپه‌های شرقی طرف تپه‌های غربی شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مانم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت. باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است و باید این بابا کلانهای ما و شما بودن. من نمیگویم تا سال 1924 یگان نفر از امارت بخارا طرفدار عسکری سرخ نبود. اینه هیچ کس نمیگوید. خب بسیار خوب. شما آخر سالهای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید. 90 سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید. ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم. برای حمایت کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشون‌های سرخ به امارت بخارا حمایت در واقع قابل قبول نشد. در تاجیکستان در همان وقت. بینندگان عزیز، شکل کاملی صحبت با آدینبک قارفی به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خیرامان بخازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 10 ژانویه را فرا می‌گیرد. نهم به 10 январи соли 2009 овозаи беасоси зилзила садҳо сокини тоҷикистонро дар саросари кишвар аз хонаҳо берун кашид ва ин мардум шабро дар кӯча рӯз карданд. чунин вазъ дар душанбе, хуҷанд, хоруғ, рашт, кӯлоб ва қурғонтепа мушоҳида шуд ва мақомот ҳам баъдан аз ин ҳодиса изҳори нигаронӣ карданд. бисёриҳо шабона бо маводи ниёзи аввалияву зарурӣ мисли санаду захираи хӯрок ва либосу курпаҳои гарм дар кӯча истоданд. ин ҳодиса боиси он шуд ки мақомоти кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон ба таҳқиқи манбаи овозаҳову тарзи дастаҷамона берун баровардани мардум пардохтанд.
10 январи соли 2007 аввалин телефони айфони сохтаи ширкати Apple муаррифӣ шуд. Ин дастгоҳ, ки дар як вақт ҳамчун компютер, плеер ва телефон истифода мешуд, ҳушманд ё смартфон ном гирифт ва инқилобе дар фанновариҳои замонавӣ барпо кард. ин телефонҳо, ки бо нархи накамтар аз $700 фурӯхта мешаванд, дар Тоҷикистон ҳарчанд истифодаи фаровон надоранд, вале бар асоси барқи ҳисобҳо барои каме беш аз 10% мардум дар Тоҷикистон дастрас ҳастанд. 10 январи соли 2009 Ҷумъабой Ниёзов, собиқ раиси Ҳизби Демократии Тоҷикистон, дар синни 62 солагӣ даргузашт. ӯ яке аз бунёдгузорони Ҳизби Демократӣ ва ҳомии фаъоли ормонҳои демократӣ ба ҳисоб мерафт. Ниёзов ба ҳайси узви комиссияи оштии миллӣ дар ҳама музокираҳои ҳукумат ва мухолифон ва овардани оштиву сулҳ ба Тоҷикистон фаъолона ширкат кардааст. شبانه گذشته قرب اسعار در بانک‌های تاجیکستان تقریباً بی‌تغییر بود. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. $100 آمریکایی باشد 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدارتان.